السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات. دوستان عزیز، خداوند همیشه سربلند و خانه آباد باشه. بگذار همیشه خانه‌تان پر از نور و نعمت‌های پروردگار باشه. آمد ماه شریف رمضان و بر هر یک کدام شما تبریک و مبارکباد گفته خداوند همیشه زنده و سربلند باشه. مقصد از ویدیوی کردگی من حاضر بود که برادری که او روز مقصد از شهر یروسلاو در ترمک از دنیا درگذشته بود، خداوند رحمت و مغفرتش کنه. ساق سلامت به خونش رسید. برادرها ویدیو کردن پرتافتن. ما در مهلت یک روز الحمدلله با یاری خداوند و دستگیری شما دوستان عزیز 186,000 روبل ارسی جمع کردیم. انشاءالله حاضر برادر چه گم میزنه چکاش هم همش انشاءالله نشون میتیم. مقصد گرفتن و میناداری کردن. ما ویدیو رو یک چند روز ایستادگی، اما ما در یک روز کارتر در روز بلاکیرت کردیم، برای که در ما اصلا 100,000 در کابل الحمدلله که با غیرت اصلا مردم مسلمانی و خصوصا تاجیکان ما که الحمدلله در یک روز 186,000 جمع کردن و ما مایت رو روان کردن. خیلی زیادی سمشه با فرزند داره زندگی که برادر 10 سال در ترمه بود. امید داشت که 2 ماه بعد میبرویه و پیش پدر مادر و فرزندای خوردکش میره. متاسفانه این قضای الهی است، از تقدیر پروردگار هیچ کس گرفته نمیشه. بگذار هر یک کدام ما همین مثل برادرایی که پاتریوت هستند در حقیقتا در دین خدا و در ملت تاجیک خودمان در شهرهای غریبی نوابسته در مسکو در تمام امریکا در جایی که باشه همیشه همین سرجم باشه، هیچگاه نمانه که مرده برادر تاجیک، یعنی که جسد تاجیک سوزانند یگان مقصد قوره ارسا گور کنن. خواهش میکنم از هر یک کدوم شما که به طرف نباشه. من رفتم یاردم کردم، دیده که یگان جای ما کم نشده که بچهای ایسادو رفتن مرده یروسلاو آوردن. من چیکار کردم؟ گپ زدم، ویدیو پخش کردم، اولش خودمان و شما دستگیری کردم کارتا. به هم خودی خواهش میکنم که باید درست بفهمیم. برادرایی که بسیار در کامنت‌ها مینویسه که مقصد شما چوا ویدیو نمیکنید نسبتی اکای عزت امون، مقصد چوا شما ابرشین نمیکنید. ما از یک تشمن خدمون برادر عزت امونه الله شاهده که مثل برادرام دوست میدارم که پاتریوت بود، در راه مردم در راه خداوند و خلق تاجیک خدمت کرد. اما من پلیتیک نیستم، من نمیفهمم که برای چی گناه کرد، چی چاک. من فقط خوبی برادر دیدم، اما با دیگه کارهای پس پرده من کاری ندارم. خواهش میکنم هر چیز ننویسید. وقتی رفت او برادر انشالله با هستن برادری که خدمت کردن، اما او برادر در حقیقتا خدمت کرد در حق مردم تاجیک. اما وای چی گناه بود من ای پلیتیک دورم. با اون خاطر در کامنت‌ها هر چیز ننویسه که مقصد چوق قاری صلاح نمیکنه شما نمیکنه. هر کس در راه خدا هر خدمت میکنه. اکای عزت مقصد دیگر خدمت کرد، ما الحمدلله دعا میخونیم، یعنی که مقصد حجام میکنیم. خدمت بسیار است. به همون خاطر دوستان عزیز وقتی که پس پرده را نمیدونه و در دیوان ششته کامنت‌ها هر چی ننویسید. دوستان عزیز من شما را میفهمم و شما را بفهمید که ما الحمدلله یک مشک مسلمانیم و دویم تاجیکیم. پروردگار فقط دست دعا برداره که خدایا کسی مقصد در راه خودت خدمت کرده بیگناه است، پروردگار را از ظلم ظالمین دور بکن. اما مقصد مردم برای چی حکومت تاجیکستان و برده چی گناه داشت برادر، ما از این کار آگاه نیستیم، نمیدونیم. فقط در حق برادرایی که در حق مقصد مردم تاجیک خدمت کردن نوابسته یک عزت الحمدلله دعا کنیم، دعاگو هستیم انشاءالله که پروردگار همه ما را برای راست هدایت کنه. به همون خاطر به خاطر الله دوست می‌دارم حرکت کنه که مثل همین برادرایی که خدمت کردن در شهرهای غربی برای مهاجران و برادرایی که مقصد پاتریوت هستند خدمت کنید. من بسیار شخصا را میدونم که الحمدلله پس پرده خدمت‌ها بسیار میکنن. ما دوست می‌داریم در ویدیو گپ زدن بس آدمو میکنه خدمت میگه اینو ما گام نزن. به همون خاطر هر کجای باشه خودتون احتیاط کنید. مقصد از هر یک گروه ها و گروه بازی ها خودتون احتیاط کنید. دوستان عزیز ما برای لقمنان آمدگیم، ما پلیتیک نیستیم. دوستان عزیز هر کس در هر جا حرکت نکنه. خداوند مشکل ما رو آسان کنه و برادرایی که در زندان ها هستند بیگناه شدگان خداوند آزاد کنه. ما همین دعا میکنیم. خداوند نگهبان هر یک کدام شما. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران اهل اسلام، من میناداری خودم به شما میرسونم. کدام چانس می خیر کرد خداوند گذشتگیاتون را رحمت کنه، جاشون را جنت کنه. در حق همین برادر در ترمه گذشته بود، 10 سال در ترمه شده بود. بیچاره
به قضای الهی خیلی وقت ساعتش بچیده گذشت ای دنیا. هزار آمد برای دستگیری کدگیتون. ما هم نمیشناختیمش، رنگ شما هم یا پشکه سخن کرد، خستیم رفتیم ایمو گورو دیر اصلا و ایمور گرفتیم بور کردیم در گزل آوردیمش، اما سموش نمیرسید. همی یوتیوب در اومدم خوری را یافتم، همی نمروش در زن زدیم. هزار آمد برای همی خوری برای دستگیری کدگیش. گفتم همی را ویدیو کنیم در کانال پارتیم، یا دستم پل جمع شد برای روی کردنش. هم پشکرم یا برای روی کنیم برای خیلی پشکر سیونکا کردنش دید. همگی همی 186,000 روسی برادرها جمع شد. هزار آمد برای خیرای کدگیتون. در حق هم برادر یا دعا کنید. برادر روی کردیم رفت، همی روز در خوک سپاریدنش. در حق شاید دعاگو باشه. هزار آمد برای دستگیری کدگیتون. هزار آمد با این برادر خوری که سخنی ما را نشکست. زی مرگی این غریبان گیریم امروز، زی داغی به طبیبان گیریم امروز. زی مرگی این غریبان گیریم امروز، زی داغی به طبیبان گیریم امروز. دریغا کن جوانانی مهاجر، برفتن از جهان بودن مسافر. دریغا کن جوانانی مهاجر، برفتن از جهان بودن مسافر. ندیدن در جهان یک دم وفای، بیمردن در غریبی پر جفای. در این خاکی غریبی خانه کردن، در و دیوار خود ویران کردن. کی بود اندر کنارت وقتی مردن، کی دید آنها لزاری جان سپردن. کی شست جسمی تو را ای جان برادر، کی پیچانید کفن بر تو برادر. کی بود آن دم تو را تابوت برداشت، بزیری قبر جسمت را کی بگذاشت. کجا بودن تو را یار و برادر، کی گریان از برایت جان دادن. کجا بودن تو را یار و برادر، کی گریان از برایت جان دادن. کجا بود مادری زارت ببیند، دم اندر کناری تو نشیند. کجا بود مادری زارت